تشکر رفیقا بزرگا. سلام، شب شما بخیر، خوش آمدین. شمس رحمانی هستم. یک برنامه دیگه اکسپور رو در رو. هر شب ما رو بیننده هستین از شبکه زیبای طلو نفس تارزه، چارچوبی که هر شب ساعت 7 بجه شب تا 8 ما آمدیم. برنامه‌های دیگه هم هست، امیدوارم بینندهش باشین. امشب هم ما دو فامیل با خود داریم، دو فامیل عزیزی که از راه‌های دور و نزدیک مهمان ما شدن، فامیل یوسفی و فامیل دوستان، که قرار هست در دو مرحله نی، فقط مرحله اول است. رقابت هر دو فامیل در روبروی هم، رقابتی که 4 سوال با امتیازهای مختلف، هر سوال و پاسخ گفتن یا امتیاز گرفتن. باید در 4 سوال 300 امتیاز رو پوره کنن که برن مرحله دوم. مرحلهش وقتی پوره شد 300 امتیاز گرفتن، مبلغ 10,000 افغانی برنده میشن. یک فامیلی که برنده هست یا اتفاق میکنه یا دوست داره با همین تیم خودش 2 نفر که انتخاب میشن میان مرحله دوم. مرحله دوم مرحله است که در اوج من حضور دارم و 2 نفر، 2 شخصی که باید 200 امتیاز پوره کنه. 200 امتیازی که تا حال 3 فامیل پورش کرده و تانستن اما مبلغ 500,000 از آن خود کنن. امیدوار هستم امشب هم یک چی بگویم اتفاق خوب بیفته. آرزوی من همیشه همی بوده که اگه اتفاق خوب شوه و همون 2 نفر 200 امتیاز رو پوره کنن، برنده 500,000 شون. خیلی راحت. جان چی میگی؟ خودت هم میای؟ خودت فراد جان میای سعی کنی؟ آن سعی کن لولم. دیدیش؟ دیدی؟ ما خود نیدم پشت کمره است نفر نی؟ فقط 456 زنگ بزنید. 456 کلیل 622. بعد از صدای پیغامگیر نام خودتان و اجزای دلتان میگیرین. 3 نفر هست، با خود شما 4 نفر در آخر علامت نمبر فشار میتین. با زودترین فرصت دعوت میشین در استیج اکسپور رو در رو و یک شب پر از اموت و خاطره خوب و خنده و مزاق در کنار هم می داشته باشیم. بزرگوارا خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خیر و خیرتیست؟ تو را که دیدم یاد قبیله کایا افتادم. لالا قای کالا. چطور هستی دیگه؟ خوب هستی؟ بخیر آمدی؟ انرژی ها فول است؟ نان خوردی یا نخوردی؟ خوردی؟ خب انشالله که خوب باشین، یک برنامه خوب داشته باشیم، شما هم لذت ببرین. هر دو خندک آفرین بی غیرت. خدا تشکر. دو فامیل نخست با فامیل یوسفی آشنا بشیم. 4 عزیز دل، 4 رفیق ما در این سمت هست. سرتیمشان ساحل عزیز است. بسیار خوش آمدید ساحل جان به برنامه خود اکسپور رو. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خود شمس جان، تیم مقابل، عزیزایی که در تالار ما را تماشا میکنن، یک سلام گرم تقدیمشان میکنم. ممنون ساحل عزیز، بسیار خوش آمدی. نایب جان خوش آمدی به برنامه. سلام بر خودتان شمس جان، حاضرین در تالار، بیننده های عزیز تلویزیون طلو. نایب یوسفی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان اکسبول رو درو. خوش آمدی لال نایب عزیزم. عرفان جان خوش آمدی. سلامت باشین شمس جان عزیز. یک سلام به خودتان، تیم مقابل، حاضرین در تالار. عرفان نبی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان اکسبول برنامه رو در رو. خوش آمدید لال عرفان. زاهد قند و لالای دوست داشتنیم خوش آمدی به برنامه. زنده و سلامت باشی. سلام به شما، سلام به تیم مقابل، سلام با حاضرین در تالار. زاهد یوسفی هستم، یک تن از اشتراک کننده برنامه رو در رو. خوش آمدید لالا زاهد. همونطور که ما تو یگان جای ورزش ها دیدیم، غیر از ورزش مصروفیت های دیگه چی است؟ ما کارمند برشناست. کارمند برق است. چقدر تو دو میخوری لالا؟ زیاد. همونطور نیست که برق میگیره. ای بیچاره. از ما یک برادر خورد کارمند برشناس خود نمیشه دیگه. در کدام بخش هستی خود زاهد جان؟ ما در بخش مردانیش عملیاتی. عملیاتی یعنی اگه جای خرابی شوه خودت میری جور میکنی. خب دمی خود کامل کابل هستی یا در پروان برشنا؟ در پروان. بسیار عالی. ولی کار برق هم یک کار خطرناک هست، چون اولش برق هست، دومش در ارتفاعات بلند است و خیلی سخت است. چند سال هستی کارمند هستی خودت؟ تقریبا نزدیک به 6 سال میشه. 6 سال. بله. کدام خاطره خوش داری ازش؟ خاطرات وظیفه دیگه کلش خاطرات نیک است. دیگه میده که بیشتر خودت گفتی دیگه از مردم خواهش خوش است. از مردم خواهش میکنم من این کارو نکنم. تا حالا خاطری داشتی که رفیقت در برق داده باشی؟ نه خدا ندادی تا حالا. همین یک نفر که برق روی چه رقم از برق خطاش بدیم، قای لغت دب سینه‌اش بزنیم یا قای بوکس دادن؟ خب چند مرحله داره که باید اون مرحله رو طی کنی. خب بعد مرحله‌اش طی شه. بسیار عالی. لالا عرفان مصروفیت خودت چیست؟
ما لالا شمس که ورزش دیگه. ورزش فتنس دیگه. پرورشندان پهلوانی. پهلوانی نام خود چند وقت چی انجام میدی 2 سال. 2 سال است مدت 2 سال. مسابقات هم داشتی مسابقات هم داشتیم. داخلی یا بیرونی نه داخلی. داخلی. بیرونی امکاناتش هم نیست. و یک ذره سخت است و سخت پیسه و است. یا زیاد میخواد بر صورت موفق باشی سلامت باشی. نایب جان خودت چیکار بار ما میکنی هم کارمند برشنا هستم در کاپیسا برشنا مصروف وظیفه است. بسیار عالی خودت هم در بخش عملیاتی سیاه بله عملیاتی است. موفق باشی موفق باشی سلام. لالا ساحل عاجزم خودت چی میکنی من انجینیر هستم در بخش تلفن. در بخش تلفن خب موبایلای خراب جور میکنی از موبایل کدام چیزش هم میشه کم کنی به خودت بگیری یا نه نیخ بازو دیگه کم نمیشه. گناه دارم. یک موبایلی که مثلا میارن خراب بشه خب موبایل خراب شدن فرق میکنه چقدر تال میخوره که تو جور شه اگه مثلا یک موبایل تختش سوخته باشه او باز نظر به خودم شخص است که چقدر زود میخوای یعنی به هر صورت موفق باشین برنامه از خودتان است لذت ببرین و آرزوی موفقیت میکنم عزیزان تشریف کنین خودم جای شما دو تا چهار عزیز و دوست داشتنی من فامیل دوستان مقابل فامیل یوسفی سرتیمشون مجتبی عزیز مهمان برنامه شده با 3 عزیز دیگه بسیار خوش آمدید مجتبی جان با نام یاد خدا سلام خدمت شما شمس جان عزیز ممنون. تیم مقابل حاضرین در تالار و کسانی که از پشت پرده تلویزیون ما رو بیننده هستند مجتبی صدیقی هستم سرتیم فامیل دوستان و همچنین محصل رشته استوماتولوژی بسیار عالی خوش آمدی بخیر سلام شایب باش. خوش آمدی به برنامه بخیر باشین. سلام عرض ادب به خودتان. تیم مقابل حاضرین در تالار شایب الله شیرزاد هستم یکی از اشتراک کننده های برنامه رو درو و محصلین یکی از پانتونای شخصی استوماتولوژی. بسیار خوش آمدی شایب مباشر جان خوش آمدی تشکر اول سلام به شما شمس جان و تیم مقابل و کسایی که حاضر تالار است و دوستانی که ما را از صفحه تلو بیننده هستم مباشر احساس هستم از یکی از اشتراک کننده رو درو و محصل رشته استوماتولوژی بسیار خوش آمدید لالا مباشر میفهمم یک ذره کسی که زبان پشتو گپ میزنن فارسی صحبت کردن کمکی سخت است ولی خیلی شیرین صحبت میکنن بازم خوش تشکر آمدید زنده باشید عزیز گل خوش آمدید بابا بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما شمس عزیز ممنون تیم مقابل حاضرین در تالار عزیز الله مسلی هستم یک تن از اشتراک کنندگان رو در رو بسیار خوش آمدید لالا عزیز خودت درس میخوانی کار داری یا جای وظیفه داری محصل هستم محصل استوماتولوژی محصل هستی هر 4 نفر در یک صنف هستی خب شاگرد اول کی است شاگرد آخر کی است خب نه شروع کردی نه قدم ماندی پس سلام مانیم بخیر امتحان دولتی پنتون رو ندادین نه بخیر. چرا والله دلیل خاص نداره دیگه فقط وقت آماده نبودیم آماده نبود بله به هر صورت چند سمستر میخواین 10 سمستر از شما یا اما 8 سمستر است 10 سمستر است 1 سال هم استاژ است مکمل 6 سال میشه 6 سال میشه بله. ولی طب کلا سختی های خودش داره بسیار عالی یک سوال کسایی که میگن طب بخوانی کل میشی راست است والله اگه مردم از دیگه متفقن در درس چیز نخوندیم کسم نمیگه استادای یا ما نفر میگه که زیاد درس بخونی رقمی میشی والله از ما استادای ما بسیار همش بسیار دکترای لایق هستن از وایت که پانه زبان دیگه مویدار هستن بله کلشان. بسیار خوب کی یک دوست استاد خلیل یک تو چون است بسیار مویش دراز است. دراز است دکتر هم از خودش در یکی از شفاخانه ها. شفاخانه شایب چرا استوماتولوژی انتخاب کردی دوست داشتی یا علاقت بوده علاقیم زیاد بودم را استوماتولوژی خوش داشتم امیدش داره. در پهلوی که درس میخوای کار نمیکنی بخیر نمیشه نمیشه به خاطر امی درس خواندن خودش یک کار است. بس مصارف پنتون فامیل باقی بله داره شکر فامیل است. خوش شکر هزار مرتبه موفق باشی لالا مباشر گل ما خودم تنها همی درس است دیگه درس هستم یک دواخانه دارم دواخانه مصروف هستم دواخانه ورزش نمیکنی میرم کم میکنم کدام ورزش انجام میدی جیم میرم فیتنس میکنم جیم میری بسیار عالی تشکر عزیز گلم خودت ورزش میکنی نه خیر است نمیکنی دوست نداری نه ورزش نکنی به صحت ضرر داره آیره خو میپون یگان نفر میکنه موفق باشین ان که برنامه خوبی در کنار فامیل یوسفی شما هم داشته باشین رفیقایی که آمدن لذت ببرن و کسایی که ما رو بیننده هستن تشویقشان کنید خودم تشویق کنید بسیار خوش آمدید بسیار خوش آمدین در این قسمت از برنامه من ممنون و سپاسگزار هستم از انرژی واقعا خوشمزه اکسبول نوشابه و نوشیدنی خیلی خوشمزه
که با طعم و رنگ مختلف در بازار هست. شما این نوشیدنی میتونین به دست بیارین، قیمت خیلی مناسب داره. رنگاش دو رنگ هست، رنگ سبز و رنگ آبی. رنگ آبیش گازدار، ویتامین B2 B3 B5 B6 B12 و همراه داره. انرژی برای زندگی، انرژی اکسپول. اگر میخواین که لبخندم همراه جایزه تجربه کنیم، پس اکسپول رو براتون پیشنهاد میکنم. تنها انرژی که هم خوشمزه است هم به شما جایزه میده. فقط در پوش باز کنین، بعد از اینکه در پوش دیدین پوش در پوش میتونین که برنده جایزه شبین. ما هم درنگ کوتاه میکنیم، برمیگردیم. بعد از درنگ ما میدرنگانیم. بخ برگشتیم و با شما هستیم. با 8 عزیز آشنا شدیم و قرار هست که رقابتش شروع کنیم. نظرسنجی میکنیم از دوستا که کدام فامیل برنده میشه. کدام فامیل برنده میشه؟ ایسو کیا میگن برنده میشه؟ تو هم پشیمون شدی پس دستا پایین کردی؟ دو نفر. خودت لالم 3 نفر شد. 4 نفر. ایسو هم دیگه یگان تا هست، فقط بیخیال این تو 70 دیگه. قصه نیست که چی هست. خب ببینیم چی میشه. سوالا بسیار جالب است دیگه. اینا معلوم میشه که چی میکنن. دو سرتیم ساحل و مجتبی بی پیش من تشویقشان کنیم. ساحل و مجتبی عزیز بسیار خوش آمدیم به برنامه. سوال از شما یک سوال بسیار آسان است. تجربه شده داشته باشین، مثل نوشیدن است براتون. آماده؟ 7 جواب برای ما باز میشه. 100 امتیاز داره. گفته چیزی نام ببرید که برای موترتان میخرید. بگو ساحل عزیز من. 1 2 پلیت میگیرن. درست است، پلیت میخرن دیگه واسه. خب نشده. یک چیزی بگو که برای موتر میخری. برای تیل. بله. چانس با شماست. یک چیزی نام برید که برای موترتان میخرید. یک چیز میزنم ساحل، بگو یک جواب. تایر. مشتاق بالاترین امتیاز گرفت. واگذار میکنی یا میری؟ بریم طرف موتر فروشا. بریم. مشتاق. نه یک چیزی که برای یک موتر میخریم یا موتر خودم. شیشه. انتخاب نشده. خیلی چیزا هست که یک چیزی نام ببر که به موتر میخریم. دیکوریشن مثلا پوش صندلی. مشوره کنین. زاهد از تو انتظار میره که پاسخ بدی. یک چیزی نام ببر که برای موتر میخری. روغنیات. موبلایل. با خدا جواب نتین. ای تو بزنم اتان. بچه ها همی کل شوقشان موتر و موترسیکل است. یگان تا شوق کفتر هم داره، یگان تا شوق حیوانات هم داره، ولی معمولا موتر است. من گفتم شاید این سوال بر جواب بدیم. چه رقم ما مشتا؟ بر جواب. نه بر. این بر در نشه والا. عزیز یک چیزی نام بر که به این موتر میخری. پوش موتر. یا اون ترپالش هم منظورت است. مبشر؟ استاد سترینگ اشترینگ میخری برش. بی اشترینگ بوده. خب شاید؟ ویلکپ. پوش سیت. بله. بر تو چکتا. آفرین جواب تکرار بود. عرفان جواب داده بود. شما خودت تشویق نکنی، نشرمی. تشویق نکنی، بسیار امتیاز آمد. زاهد جواب تو چی بود؟ روغنیات از تو چی بود عزیز؟ از من ترپال بود. ترپال موتر بود. معمولا در تابستان سعی کنیم در زمستان رو خنم میکشن، در تابستان معمولا ترپال میگیرن به خاطر مافته و خراب نکنه موتر رنگشه یا داخلایشه.
از تو چلیپا خورد موبلایلت نه؟ از تو شاید باشه. اف جواب ایجا چیزی است که 100 نفر انتخاب کردین. در این 100 نفر هم آسان میتونه باشه جوابات، چیزی که تجربه ما هست، هم میتونه سخت باشه. شاید یک چیزی یک نفر گفته باشه که اصلا ما و شما در چرتمام نامده. بخوانین. نمبر 7. بارانگیر در این شیشه که نصب میشه. نمبر 6. بس وجبور تو تایر است. 5. جواب کی بود؟ آینده تباه شد در کناری یا ایلا کد است ما. 4. آرند. چه رقم؟ آرندت بسیار خوبش بود. قیمتش چند است؟ آرند رکشه بود. 3. برف پاکن. این معمولا در روزهای بابارینی در لب سرک هم نفرها استاد میشن. نمبر 2. گروپ موتر. گروپ گفتم من شاید باشه. خوب جوابا بود. خب به هر صورت جوابای سخت نبود ولی انتخابش خیلی سخت است. جوابای تمام ما و شما درست بود. همش چیزی است که با موتر میخریم. و 0 هستی. 21 هستی. خب بشرمی از 100 امتیاز 21 امتیاز گرفتی. ساعت لالا تو رستی. ما تو بیادر هستیم. خب وقفه میگیریم برمیگردیم. خوش آمدین. خوشحال هستم که باز آمدین. یک بخش از برنامه تمام شد. هنوز مرحله دوم نمانده که برسیم برش. فقط سوال اول بود که امتیازش 2 فامیل یوسفی گرفت و شما 0 هستین. اصلا تشویش نکنین. میریم سراغ سوال دوم. اما قبل از اینکه سوال بگوییم من جا داره تشکری کنم از انرژی واقعا خوشمزه اکسپول. قبل از وقفه من به این 2 فامیل یک چیزی گفتم. فقط این تو لغ سل دارم. مرا خیر است. ممنون از انرژی اکسپول. انرژی خوشمزه ای که طعم و رنگش مختلف هست. شما بتونین بنوشین، بخندین و برنده های جایزه شوین. ویتامین های مورد نیاز بدن شما رو داره این انرژی. اگر میخواین خستگی روزتان رفع شوه پس من براتون شمس پیشنهاد میکنم. انرژی واکنین گشنگی و تشنگی زیاد است دیگه. ببینید جایزه داره؟ سیکو داره؟ نه در برنامه یک دفعه به خودم برامه، یک دفعه به یک نفر دیگه برامه. نبود؟ نخیر. نداشتی؟ خب که نداشت حالا پیش کنی. شما میخوری بچه اشتیا داری؟ مقصد اگه اشتیا داری بیرون کانتین از 30 روپه میته میخوری. بازو میته میده. مزه خوبش میته؟ بسیار. چرا دروغ بگم؟ نبری جو بچه ها بدل کن. یک ذره از این بخور. خوبش هستی هم. او خوبش هست؟ کدام هم میخوای؟ امیره میخورم زیاد است. خود گوش نه. از زیاد مرا گرفتی کم خدا دیدی. خب بیا تشریف کنید دوستای دفعه دوم نایب بیاد. بچه ها خوش آمدین هر دوتون. اوه سخت است. آسان است. سوال آسان است. سوالی است که ما و شما معمولا در طی روز خداوند اول از همه که هیچ وقت خوجه نبدیتون. آمین. در این سوال ولی میرین میبینین تعداد نفرها و همه چیزا تهیه کننده قندم اموجه کلکو اینه. چند جواب داره؟ چند جواب داره؟ چند؟ 6 تا. چند امتیاز داره؟ 100 امتیاز. 100 امتیاز. 100 امتیاز. آماده هستی نایب جان؟ آماده هستی؟ با کمال میل. سوال میخوانم. میگه معمولا دکترها چند مریض در یک روز ملاقات میکنن؟ بگو شاید 20 مریض 20 بیمار. کاملا صحیح بود. شانس داری که یک امتیاز بالا رو بگیری یا امتیازهای پایینه یا اصلا چلیپا بخوره. یک دکتر معمولا در یک روز چند تا مریض میبینه؟ 50 مریض. 50 مریض. این دیگه دکتر نیست، تجارت است. کاملا صحیح است. جواب صحیح است. حتی یک دکتر از من دیدیم در یک روز 100 مریض دیده. انتخاب نشده. کجا؟
شانس داری خونه جان. درست. کمترین و بیشترین مباشر جان مد نظر یا هم زیاد هم کم. یک دکتر معمولا دم یک روز چند تا مریض میبینه؟ 13. 13 تا. کم و زیادش نمیکنی؟ نه. این دکتر بسیار شوقی است که 13 تا رو ببینه. نشد. عزیز یک دکتر چند تا مریض میبینه در طول یک روز؟ 10 تا. 10 دانه. بله. نمبر 5 10 بیمار. خوبش. یک دکتر در یک روز چند تا بیمار میبینه؟ 25 مریض. 25 مریض. بله. مشورت. یک دکتر در طول یک روز چند تا بیمار میبینه؟ 15. 15 تا. هست. نمبر 4 یک دکتر چند تا بیمار میبینه؟ سوال دیگه است؟ یک دکتر همون سوال است. یک دکتر در یک روز چند تا بیمار میبینه؟ 20. 20 تا. این دکتر دیگه است. 18. نه دیگه خلاص شد. جوابت خواهید شد. چلیپا میخوره؟ میشه شما. اول آیا روزی میشه که یک بیمار در طول یک روز چند تا دکتر ببینه؟ میشه؟ سرچپک شوه. میشه؟ بله. پس کی گفت میشه؟ کی گفت؟ شفاخانه علی آباد یک دفعه برو خدا نشان. خب زاهد جان به نظر خودت دکتر کسی هست که در طول روز میتونه تا 1000 بیمار هم ببینه، اما کم و کمترین و بیشترین مد نظر گرفته جوابایتان انتخاب کنید. یک دکتر در طول یک روز چند تا بیمار میبینه؟ 30 مریض. 30 مریض. عرفان؟ 30. نایب؟ 30 مریض. 30 مریض. ساحل؟ 30 مریض. موافقت کردین؟ جواب کی بود 30 مریض؟ مشورت کلتان. از کارم. من گفت جوابتان من همونطور که گفتم کمترین و بیشترین. شما بیشترین مد نظر گرفتین. اگه اینجا 10 20 15 باشه 25 شما نبود 30 شاید باشه و شاید یک دکتر 5 مریض در یک روز ببینه. امتیازا امتیازا آمد سون شما. من فکر میکردم نباشه ولی بود. بیشترین اموسی انتخاب شده. شاید بیشتر باشه. در دو جواب چقدر دیگه هست؟ 5. 5 دیگه؟ 40 50 35 سعی میکنیم 6 5 4 40 مریض. از 30 بیشتر هم پس بوده. امتیاز آمد 94 امتیاز شما، 0 شما، 2 سوال 500 امتیاز دیگه باقی است. وقتی است که نفرای سوم پیش شما بی اما نبی وقفه است. برمیگرد. خوش آمدن همه عزیزا و کسایی که ما را از پای گیرنده هایشان بیننده هستند و خیلی خوش آمدید میگوییم به کسایی که به جمع ما نو پیوستند، عزیزایی که تازه آمدن خانه، پدر برادر عزیزم خسته نباشین. میفهمم شاید ساعت 7 و 20 دقیقه 25 دقیقه یا باشه یا نیم باشه دیگه. امیدوار هستم که روزتان بخیر گذشته باشه. وقتی است که بریم سراغ سوال سوم. عرفان و مبشر تشریف کنید. دو برادر قند بزرگوارم بسیار خوش آمدید. مبشر لالا و عرفان لالا. سوال سوم 5 جواب 200 امتیاز بگیرن برنده نمیشن. بگیری از 0 میپروی. سوال میخوانم. آسان است. میگه با کدام کلمات شما ابراز تأسف میکنید؟ عرفان. او تأسف میکنید. یک ریاکشن هست. مثلا اینجا که چلیپا میخوره چی میگه؟ او ندیده نشد. با کدام کلمه ابراز تأسف میکنید؟ اوف. با کدام کلمه ابراز تأسف میکنین؟ متاسف هستم. کاملا صحیح. آفرین نشد. هست؟ متاسف هستم.
این حالشه. چه کنید؟ میریم. دقت کنید به جواب و ببینید که اگر کدام جواب دیگه است برسید. دستت خوابگار نشد، دست ما خود لاشبیل بارید. ما خود کار کردیم یا وزنه یا زنیم دستم سنگین است. زاهد جان، با کدام کلمه ابراز تاسف میکنی به یک شخص؟ دوباره جور میشه. دوباره جور میشه. با کدام کلمه سایل ابراز تاسف میکنی به یک شخص؟ غمگین شدم. غمگین شدی. غمگین شو؟ یه حال خوش از خود دیدیم خب، با خاطر. قربانت شم. غمگین شدم. سیل میکنیم. غمگین شدم. مشورت کنیم. مشتاق مشورت کنم برای تیم. با کدام کلمه نایب جان ابراز تاسف میکنی؟ مثلا یک کار می‌بینی متاسف میشوی. خیلی آسان است. 5 4 خوش 3 ندارم. خوش ندارم. مثلا چای از پیش چپه میشه میگی خوش ندارم. خوش ندارم. ابراز تاسف بودی؟ بیا یک مشورت کن. بیا چطوری شمسو؟ من میگم مشورت کن، میگه چطور است شمشون؟ تو جواب انتخاب کن. ما انتخاب کردیم. چی انتخاب کردی؟ خب خب عزیز، برای ابراز تاسف به یک شخص چی میگی؟ بدبختانه. بدبختانه. مباشر؟ بدبختانه. 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 موافق هستم. یک نفر تکر میکنه فقط میری میگی بدبختانه. بدبختانه تکر کردیم. بدبختانه. بدبخت میم ابراز تاسف خیلی چیزا هستم. میم متاسف هستم، ببخشید، اشتباه بود، معذرت میخوایم. آفرین. عذرخواهی، معذرت، تاسف، بخشش جزو همون ابراز تاسف است. یک کار اشتباه میکنی معذرت خواهی میکنی. باز یگان تا هست ما و شما بسیار غرور ما زیاد است، معذرت خواهی یاد نداریم. یاد نداریم. میم بد که از اولی کار نمیکن. خب جواب یا بدبختانه هست؟ هست؟ بدبخت شدن؟ بدبختانه بدبخت شدی؟ 5 4 3 2 کدام؟ هیچ کدام. امتیاز آمد. کمک سرعت دیدیم به برنامه. بعد تیز بخوانی. نمبر 5. افسوس. 4 انتظار نداشتم. 3 2 میبخشی. خوبش. امتیازها رو گرفتیم. بیایی نفرهای 4 با تشویق دوستان. تشویق یونس بیایی. سوال آسان است. اگر سفر رفته باشین به اطراف کشور شما خوب میتونید پاسخش بدین. 3 جواب. سوال 4 300 امتیاز. 0 باشین برنده میشین. بگیرن امتیازها رو برنده میشن. آماده باشین و تهیه کننده میگه خونسل باش. سوالی است. برای رفتن به مزار شریف از کدام ولایت جواب میتونی بتی راحت؟ 1 2 3 از ولایت مزار شریف بخوای بری از کدام ولایت میگذری؟ از کابل بری؟ من نمیفهمم اموج است. برای رفتن از کابل. خب. برای رفتن به مزار شریف از کدام ولایت میگذری؟ از ولایت کاپیسا؟ کاپیسا. چانس داریم. برای رفتن به مزار شریف از کدام ولایت باید بگذریم؟ سمنگان. سمنگان؟ چانس. صبر. نفس عمیق بکش. بس است. برای رفتن به مزار شریف از کدام ولایت باید بگذری؟ 1 بغلان. بغلان. میرن یا میرین؟ واگذار کنم. چانس خوب. 1 جواب. یک جواب بسیار سخت است. شاید او چیزی که شما فکر میکنین او جواب شاید هم باشد از ذهنتان. اگر این جواب شما بگین در مرحله آخر در سوال 3 صفرتان
به 300 تبدیل می شود. سوال چهارم میبخشین و برنده مرحله اول به ریشخندی میشه. نوبت سرتیم است. اگر بخوایم که به ولایت مزار شریف بریم باید از کدام ولایت بگذریم؟ 5 4 3 پروان. پروان. بله. چقدر مطمئن هستی به این جواب؟ 100%. 100%. بله. اما توی که چیزی که در گوش ما رسید متاسف هستم به خاطر ای که شما شاید هوایی برین زمینی نرین. یا یگان نفر از دریایی میزنه خدا. دریا داریم؟ فکر کنم دریای پنشیر سرچپک عوضی میکنه تا اوجی میره. جواب شما من چیزی که تهیه کننده در گوشم گفت با جواب شما کمکی تفاوت داره. این صفر شما قرار هست که با اینی چلیپای قشنگ رقم نخوره. اول از همه که خوب دل سردتان کردم. خوب خونهایتان دان مبشر اینطوری مانده بود. مبارک. 300 امتیاز پوره در مرحله اول. بسیار مبارکتان باشه. برنده شدین. دقت اعضایی سرخ ما همیشه هست. من تقدیمتان میکنم بخیر و بیام یه در جیبت که بیا. خب در این جیب بزنه شلالا. نمیشه اوجه؟ نه. خب میگیرم در دست دیگه. مبارکتان باشه. مرحله اول خیلی قشنگ سپری شد. مجتبی، شعیب، مبشر عزیز مشورت کنین یا با تنهایی یا با اتفاق خوب، هر چیزی که خودتون دوست دارین صلاح میبینین. میریم مرحله دی 500,000 افغانی. مشورت برمیگردم. زاهد، عرفان، نایب، ساحل، شمس رحمانی باز امشبم تکرار میکنه. امتیاز پول درست از روند برنامه هست، اما ارزشی که شما میایین در برنامه پیش ما زیادتر هست و این افتخار من میبینیم که شما در برنامه ما حضور پیدا کردین. خیلی خوشحال هستم در برنامه بودین و اگر حرفی زدیم آزرده شدیم ما معذرت میخوایم. همیشه خوشبخت باشین، بخندین و مراحل بعدی زندگیتان رنگین‌تر و شادتر باشه. ساحل عزیز اگر حرفی هم باشه کامرا در اختیار شما هست. سلامت و بخیر باشم جان، همیشه خوش باشه. قربان شما. سلامت و امیدوار هستم که روزهای دیگه هم شاهدی باشم که ببینمتان. همین آرزویم است. عزیزا رو تشویق کنید. بسیار خوش آمدید به برنامه. بسیار خوش آمدید. خب مجتبی، شعیب، مبشر عزیز مشورتان چی است که دو نفری که میان روی استیج کی است؟ خود ما شعیب. خودت شعیب؟ بله. بین عزیزای من. تشویقشان کنید. بیا شعیب جان، مبشر مجتبی جان در پهلوش. مرحله دوم قرار هست بریم. اول از همه تهیه کننده عزیزم اشاره که چند دقیقه وقت داریم؟ خب مجتبی، شعیب، مرحله اول خوب سپری شد و در یک سوال دو جواب گفتین، برنده مرحله اول شدین. مرحله دوم 500,000 است. 500,000 زمان مشخص داره. باید خیلی تیز و بز باشین، زود جواب بگین، در کمترین ثانیه بهترین جواب باشه برای 5 سوالی که پیش شما هست. هر کدامتان که 100 امتیاز بگیرین خیلی راحت است. یک نفر است در 5 سوال تا 118 120 امتیاز هم میتونه بگیره. 5 جواب اگر 30 امتیاز بگیره 5 3 15 150 امتیاز. کی میتونه و راحت است که اول پاسخ بده و کی میره اتاق آرام؟ خودم اول جان. آماده هستی برای بله، پاسخ دادن؟ شعیب بره اتاق آرام؟ بله شعیب میره. شعیب جان برو اتاق آرام. نه بان بره برو. برو. کمی ریلکس. کجا میری؟ کجا برو؟ پایین. بیا برو پیش هم رفیق ما، برو مازار فهمتون، برو لاله قند ما. خب شعیب، مجتبی استاد میشیم. میریم مرحله دوم. مرحله دوم با ما همراه باشین. اگه این دو نفر 500,000 رو ببرن من خودم دار میزنم. این تو آماده هستم. این اگه یه بارنده شدم بری وقتا برسه. خوش آمدین همه عزیزا و کسایی که
بیننده ما هستیم. مجتبی گل ما بسیار خوش آمدی به مرحله دوم. مرحله اول بخیر سپری شد و آمدیم مرحله دوم. مرحله دوم مرحله است که اول باید خودت پاسخ بدی. من به خودت 20 ثانیه زمان میتم. قانون برنامه همین هست. 20 ثانیه برات زمان میتم، 5 سوال ازت میپرسم. هر 5 سوال من یک جواب داره. خوبی چی است که وقتی که زمانت وقت شروع میشه که سوال اول من تکمیل کنم، وقتی که جواب بدی ثانیه تو شروع میکنه به گردش. در این 20 ثانیه اگر سوال در ذهنت نرسید جوابش بگو بگذر. من زود کدام میرم سراغ سوال بعدی میخوانمش که در آخر اگر وقت من دوباره سوال میپرسم جوابش بده. دوست ما در اتاق آرام صدای ما خودت نمیشنوه و لطف کو با صدای بلند پاسخ بده که جوابت هم قفل شود. آرزوی موفقیت که 500 سال ببری. بخیر باشی. موفق باشی. عزیزای من 20 ثانیه را آماده بسازین با مجتبی. دوست داری کدام پرنده خانگی نگهداری کنی؟ توتی. یکی از خوبی های ورزش کردن بگو. سلامت بودن. کدام ورزش را دوست داری در استودیوی ورزشگاه تماشا کنی؟ فوتبال. بیشترین پولی که گم کردی چند افغانی 1000. بوده؟ کدام نوع گل را در خانه بیشتر نگهداری میکنید؟ گل لاله. خوبش آسان عالی بود. مجتبی بیا در پهلوی من. جوابا همونطور که من گفتم سوالا بسیار آسان بود و تو بسیار پاسخهای خوب به سوالات دادی. سوال اول معمولا پرنده خانه‌ای که همه استفاده میکنن یا مرغ است یا خروس است و جواب تو توتی است که شوقی است استفاده میکنن. سوال اول گفتم که دوست داری کدام پرنده خانگی نگهداری کنی؟ پاسخ خودت توتی بود. 18 عالی بود. سوال دوم یکی از خوبی های ورزش کردن را بگویید. پاسخ سلامتی. کاملا صحیح است که تمام کسایی که ورزش میکنن به خاطر سلامتی است، یگان نفرش است به خاطر پیسه است. امتیاز 30 امتیاز. عالی. کدام ورزش دوست داری در استودیوی ورزشگاه تماشا کنی؟ پاسخ پرطرفدارترین ورزش در کل جهان همین هست. امتیاز 31. عالی. بیشترین پولی که گم کردی چند افغانی بوده؟ پاسخ 1000. از خانه نکشیدندت؟ کس خبر نشد. خبر نشد. 1000 گم کرده خانه نمانش. 1000 که گم کردی در کجا گم کردی؟ در لوگر. در لوگر. چکر رفتم. خب گم شد. کرایه داشتی بس؟ بله بله. خب میل چکر رفتم. با فامیل. امتیاز 12. من گفتم بیشترین، خب 1000 بیشترین تو گفتی دیگه. کدام نوع گل را در خانه بیشتر نگهداری میکنید؟ پاسخ گل لاله. معمولا گلها خیلی زیاد است در خانه ها. مثلا من خودم شوق حسن یوسف دارم که عمو شورکش که میده یک خوشبویی خاص داره. امتیاز 15. بازم عموتی که حد زدم 106 امتیاز گرفتی. مجتبی آرزوی موفقیت میکنم به خودت. اگر کدام حرفی داری دوستا؟ گفتنی خاص ندارم. قربانت. سلامت. موفق باشی مجتبی عزیز من. بفرما. دوست دیگر رو تشریف کنید. بیا. شاهد جان بیا. بیا لاله شایبم بیا. بیا یک چک چک کنی به شایب عزیزم. بسیار خوش آمدی لاله شایبم. لاله شایب گل دوست داشتنی من. مجتبی جان اموج استا چه کمره بگیرید. مجتبی عزیز خیلی امتیازهای خوب گرفت. امتیازش 106 امتیاز بود و 94 امتیاز برای تو هست. امیدوار هستم بتونی پاسخهای خوب بدی. 25 ثانیه. 5 سوال تکراری. پاسخ تکراری هشدار. بگذر از جوابت. یک جواب نوبتی. سوال نتونستی پاسخ بدی بگو بگذر یا تیر شو میگذرم. میرم سراغ سوال بعدی. ثانیه وان دوباره همون سوال میپرسم. با صدای بلند پاسخ بدی شاید که جوابت قفل شود. آرزوی ای که بتونی 94 امتیاز رو پوره کنی. موفق باشی. 25 ثانیه آماده. دوست داری کدام پرنده خانگی در خانه نگهداری کنی؟ توتی. تکرار. کاک. یکی از خوبی های ورزش کردن بگو. فت یعنی خوب معلوم شدن. اندام خوب داشتن. کدام ورزش دوست داری در استودیو ورزشگاه تماشا کنی؟ بوکسینگ. بیشترین پولی که گم کردی چند افغانی بوده؟ 20 افغانی. کدام نوع گل را در خانه بیشتر نگهداری میکنی؟ چرا؟ کدام گل بیشتر در خانه نگهداری میکنی؟ گل مرسل. بیا آفرین. عزیزم بیا در کنار من شایب جان. بسیار خوب پاسخ دادی. سوال اول پرسیدم که
دوست داری کدام پرنده خانگی در خانه نگهداری کنی؟ و پاسخ خودت. پاسخت کپک بود. بله. من همونطور که در پیشتر به مشتبه گفتم، معمولا در خانه های ما و شما بیشتر مرغ و خروس می باشه. امتیاز 13. بلندترین امتیاز کنری بود اولا. سوال دوم، یکی از خوبی های ورزش کردن. پاسخ اندام خوب. کاملا صحیح است. کسی که ورزشکار میشه معمولا اندامش خوب است. 20. سلامتی بلندترین امتیاز. سوال دوم، کدام ورزش دوست داری در استودیو اما ورزشگاه تماشا کنی؟ پاسخ باکس. یک رشته‌ای که بسیار خوب است. 12. امتیاز بلند فوتبال بود. ای کاش مثلا والیبال میگفتی، فوتسال میگفتی، کرکت میگفتی. سوال چهارم، بگو اینا دروغ یاد ندارم، باز بگو. سوال چهارم، بیشترین پولی که گم کردی چند افغانی بوده؟ پاسخ 20 افغانی. تباه شدی لالا، زندگی دیگه نکن. اقتصاد خانواده رو تو خراب کردی امی لحظه. ضربه به خانواده ما. به همین حال پدر دلش از تو رو آق کنه. پدر جان نکنید. 20 افغانی چند امتیاز؟ 0. 5000 بلندترین امتیاز. سوال پنجم، کدام نوع گل را در خانه بیشتر نگهداری میکنی؟ پاسخ گل مرسل. جالبی چی است که با این مغزت تو بیشترین امتیاز انتخاب کردی لالا. امتیاز. اگر لالا امی 0 تو 5000 میگفتی، باور میکنی برنده میشدی. اما تو بتم بسیار خوش آمدی شایب جان. با کمک پشتر برو، اگر حرفی به دوستو داری میتونی راحت بگی. حرفی نداری؟ متوجه خودت باش. خداحافظت. قربانت عزیزم هستی. تشجیع کنین عزیز دل من سپاسگزار هستم از دو فامیل عزیزی که امشب در برنامه حضور پیدا کردن و شما عزیزی که ما رو بیننده هستین. تشکری هم از انرژی خوشمزه ایکسپول، حامی برنامه. انرژی واقعا خوشمزه، خوشتم که طعم و رنگش مختلف است. میتونین بنوشین، به دستش بیارین و برنده جایزه شوین. انرژی ایکسپول، انرژی برای زندگی. و اعضا و وطندارایی که مهر می‌ورزن و با ما پیام میکنن در واتساپ، ممنونشان هستیم. واتساپ در اختیارتان هست، باز گفتنیتان رو با ما دوست داریم بگین. و شمایی که ما رو بیننده هستین، لحظات آخر برنامه هست. اگر دوست دارین در برنامه‌تان حضور پیدا کنیم، فقط کافی 456 زنگ بزنین، کلید 622 رو فشار بدین. بعد از صدای پیغامگیر نام خودتان و عزیزای دلتان رو بگیرین و در آخر هم کلید علامت نمبر رو فشار بدین. فقط تنها نصیحت شمسی است که قدر فامیلتان رو بفهمید. همین نشای روزی باز حسرتش بخورین. متوجه خودتان، فامیلتان، خوبیایتان و تمام زندگیتان باشین. تشکر رفیقا که حضور پیدا کردین. ممنونتان هستم. و شمس هم رفت تا درود دیگر و درود شب بخیر.